أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عربی، از علمی صرف، از کتاب سارفی میر 4 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 5 را از این کتاب سارفی میر به سمع شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی پیشنهاد بگردانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید که فصلون. از اینجا درس امروزه ما و شما درس 5 شروع می شود. پیش از اون که این درس را شروع بکنم، اولا می خواهم به سمع شما برسانم که درس امروزه ما و شما اصلا وابسته به علم نحو است. غالبا سخنانی که در اینجا می گوید غالبش وابسته به علم نحو می باشد، اما صاحب کتاب سارفی میر در اینجا این سخنها را جا کرده است. فعل ماضی را می آورد و یک مسئله دیگر است تجزیه و ترکیب. تجزیه یعنی جدا کردن. این را ببین که این اصلش چی است و این 3 حرف چی است و این چی است و این 3 حرف چی است و این حرفش چی است و این حرفش چی است. ببینید مثلا نصارو، این واو حرفی چی است و در آخر الف چی نام دارد. انا همین رو میگویند تجزیه، یعنی پاره پاره کردن، پاره پاره کرده فهمیدن این. یا مثلا از فعل مضارع بگیرین ینصرون، یا حرفی چی است؟ تجزیه همین است. یا را جدا میکنی، نون و صاد و ری را جدا میکنی و واو را جدا میکنی و نون را جدا میکنی. پس میشود 4 قسم، یا نون و صاد و ری و واو و نون. ببینید 4 قسم. پس یک تا بیان میکنیم. یا چی است؟ نون و صاد و ری این اصل کلمه چی است و برای چی است و واو این چی است و نون چی است. ان همین را بیان کردنش را در علم نحو، اصلا این وابسته به علم نحو است، یا همچنین در علم صرف تجزیه میگویند. تجزیه پاره پاره کردنی هر یک همین چیزایی که میبینید فهمیدنش که اصلش چی است و این برای چی در آمد و این برای چی است، ان همین را تجزیه میگوید. پس صاحب کتاب امروز برای ما و شما همین تجزیه را میکند، همین تجزیه را بیان میکند یک تا به یک تا. حالا میبینیم که چی میگوید. ببینید صاحب کتاب میگوید که فصلون، فصل جدید، فصل نو از کتاب سارفی میر. این فصل درباره فعل یفعل صحبت میکند. فعل یفعل، فعل یفعل باب چند است؟ باب یکم، باب نصر ینصرو. اکنون این فعل یفعل باب یک را برای چی در اینجا آورد؟ به خاطر آنه که میگه از صحیح. فعل یفعل از صحیح. از صحیح را معنیش چی است؟ معنیش که ما گفتیم کلمه به 7 قسم تقسیم می شود از دیدگاه حرفش. صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. انا همون را که یک تا می آورد. بسیار دقت بتید که و این مسئله بسیار مسئله مهم است. یعنی باب یکم از صحیح، ولی مضاعف فرمان یک جانب، اجوف، ناقص، لفیف اینها را یک جانب بمون، فقط صحیح را میگیریم. دقت بتید. بعد میبینیم از باب یکم، از باب دوم میآید، از باب صحیح از چند باب میآید، از 6 باب ثلاثی مجرد، از چند بابش صحیح میآید. مثلا از مضاعف از چند باب مضاعف میاد، در درس های آینده میگیریم. یا ناقص از چند باب میآید، از 6 باب ثلاثی مجرد. ان همین موضوع است صحبت میکند این صاحب کتاب حالا و در درس های آینده. ببین اکنون میگه فصل فعل یفعل از صحیح، یعنی از همون قسم های افغانه از قسم صحیحش از باب یکم می آمده است. مانند چی؟ مانند النصر. نصر یعنی یاردم کردن. این گفتیم چی است؟ مصدر است.
چطوری که در بدون گرفته بودیم که عرب از هر یک مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این حساب مصدر آورد که النصر، یعنی که یاری کردن و یاردم کردن. خچه میگوید که یاری کردن. ماضی وی میگوید 14 مثال بود. ماضیش 14 تا، چطوری که شما میبینید که این رو بنده نوشته کردم. 6 غایب رو بود. ببینید این 3 تا و این 3 تا، این 6 تا برای غایب است. 6 تا بالا برای چی است؟ برای غایب است. 3 از آن مذکر را بود. 3 تا این بالاش، اگه از این 6 تا 3 تا بالاش برای که برای مذکر. اینا در بدون به تفصیل بیان کردگی بودیم. اون 3 تا نصر، نصرا، نصرو. دیدید؟ نصر، نصرا، نصرو. این 3 تا برای کی است؟ برای مرد است. یعنی که نصر یاردم کرد وای مرد در زمان گذشته، نصر یاردم کردن وای ها دو مرد در زمان گذشته، نصرو یاردم کردن وای ها مرد ها در زمان گذشته. خب و 3 از اون مؤنث رو بود. اکنون این 6 تا را گفتیم 3 تاش برای مذکر است، 3 تاش برای کی است؟ برای مؤنث، برای زن. اون 3 تا برای مؤنث چه؟ نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرت یعنی یاری کرد، یاردم کرد وای زن در زمان گذشته. نصرتا یاردم کردن وای ها دو زن در زمان گذشته. نصرنا یاردم کردن وای ها زن ها در زمان گذشته. اکنون 6 تا غایب با آخر رسید. میگوید که و 6 مخاطب را بود. ببینید اکنون این 6 تا برای کی است؟ برای مخاطب است. مخاطب کسی که در پیشت است، کسی را که شما یا تو گفته گپ میزنیم، انا همین انسان برای ما چی میشود؟ برای ما مخاطب میشود. 3 از آن مذکر را بود. اکنون 6 تا مخاطب، این 3 تاش برای که؟ برای مذکر است. یعنی نصرت یاردم کردی تو مرد. انا تو میگم، انا میره چی میگن؟ مخاطب. تو مرد. نصرتما یاردم کرده شما دو مرد. انا شما معنیش چیه؟ مخاطب. نصرتم یاردم کرده شما همه مردها. دیدید؟ اکنون این 6 تا برای کی بوده است؟ برای مخاطب، برای مخاطب مذکر. و 3 از اون مؤنث رو بود. اکنون 3 تا دیگر باز برای کی؟ برای مؤنث است. یعنی 3 تا مخاطب برای مؤنث. نصرتی یاردم کردی تو یک زن. همین تو معنیش چیه؟ مخاطب. نصرتما یاردم کردید شما دو زن. همین شما معنیش مخاطب. پس اینها برای مخاطب مؤنث بوده، زنانه. نصرتون یاردم کردید شما همه زنها. این هم همچنین برای مخاطبات، یعنی که زنهایی که در پیشمان هستند. و 2 از آن حکایت نفس متکلم را بود. ببینید 3 تا 6 تا و این 3 تا و 3 تا 6 12 تا و گفتیم همگی 14 تا است. و این 2 تا دیگه قد چند می شود؟ 14 تا. اکنون 2 تا دیگه میگه برای کی؟ و 2 از آن حکایت نفس متکلم را بود. 2 تا میگه برای حکایت نفس متکلم و متکلم مع الغیر است. ببینید میگوید که نصرتو نصرنا، چون نصرتو نصرنا. نصرتو یاری کردم من، متکلم هستم، گپ زننده. یاری کردم من یک مرد یا یک زن. یعنی مردم نصرتو میگوید، زنم نصرتو میگوید. نصرنا یاردم کردیم ما، همه مردان و یا همه زنان. اکنون فعل ماضی چیکار کرد؟ به آخر رسید. اکنون از باب یکم فعل ماضی را 14 صیغه‌اش رو گرفتیم. میگذاریم در فعل مضارع. فعل مضارع را دقت بدید. میگه که و مستقبل را نیز یا مستقبل را نیز 14 مثال بود. فعل مستقبل هم همچنین فعل مضارع هم میگه 14 تا مثال است، 14 تا وزن است، 14 تا صیغه است، 14 تا بنا است. همه اینا معناش چیه؟ یک چیز است. چطوری که درس گذشته گفته بودیم. پس 14 تا است. ببینید 6 تا و 6 تا 12 تا و این 2 تا چند می شود؟ 14 تا فعل مضارع. اینا در بدون به تفصیل گفتگی بدیم اینها را، اما باز تکرار می شود. چنان که در ماضی دانسته شد. چنان که در ماضی دانسته شد میگه صاحب کتاب معنیش چی است؟ معنیش همین است که این 6 تا برای غایب است، 3 تاش برای مذکر، 3 تاش برای مؤنث و این 6 تا بعدینش برای مخاطب است، 3 تا بالاینش برای مذکر است مردها و 3 تاش برای مؤنث است و این 2 تا برای کی است؟ برای متکلم، متکلم مع الغیر. انا همین چیزا. و چنان که در ماضی دانسته شد معنیش همین است، یعنی تقسیمش که همین را 12 تا را 6 تا را با 3 تا 3 تا و این 6 تا را با 3 تا 3 تا و این 2 تا را و تقسیم شه. چطوری که میگه در ماضی بیان کردیم، در مضارع میگه همون طور است. خب اکنون بیان میکنن، میگه ینصرو ینصران ینصرونا.
یاردم میکند وی مرد در زمان آینده، ینصران یاردم میکنند وی ها دو مرد در زمان آینده، ینصرون یاردم میکنند وی ها همه مردها در زمان آینده. این سه تا برای مذکر. میگذاریم در مؤنث. تنصرو یاردم میکند وی زن در زمان آینده، تنصران یاردم میکنند وی ها دو زن در زمان آینده، ینصرن یاردم میکنند وی ها زنها در زمان آینده. این سه تا برای غایبی که بود زنها مؤنث. و میگذاریم در 6 تا مخاطب. 3 تاش برای مرد است، برای مذکر است. تنصرو یاردم میکنید تو مرد در زمان آینده، تنصران یاردم میکنید شما دو مرد در زمان آینده، تنصرون یاردم میکنید شما همه مردان در زمان آینده. این 3 تا برای مذکر. و 3 تا مؤنث مخاطب. تنصرین یاردم میکنید تو یک زن در زمان آینده، تنصرانی یاردم میکنید شما دو زن در زمان آینده، تنصرن یاردم میکنید شما همه زنها در زمان آینده. این 6 تا مخاطبم با آخر رسید. اکنون متکلم و متکلم الغیر. انصرو یاردم میکنم من، ننصرو یاردم میکنیم ما. دیدید این 14 صیغه فعلی چی است؟ فعل مستقبل، زمان آینده. اکنون صاحب کتاب در اینجا همین چیزا نوشته است. ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرن، انصر ننصر. 14 صیغه. فعل ماضی باب 1 14 صیغه ش بیان کرد. فعل مضارع باب 1 همچنین 14 صیغه ش بیان کرد. اکنون چی میگوید؟ میگوید که و دیگر ابواب 5 گانه هم بر این قیاس بود. دقت دادید؟ اکنون باب 1 رو بیان کرد. میگه باب 5 گانه. 5 گانه یعنی چی؟ یعنی 5 بابی باقی مونده از 6 باب ثلاثی مجرد. اخی 6 باب ثلاثی مجرده. حالا یک تاش رو گرفتیم، چند تاش موند؟ 5 تاش. میگه هم 5 تا باقی موندهش میگه بر همین قیاس بود. بر همین قیاس بود یعنی که 14 تا ماضی دارد، 14 تا ماضی، 6 تاش برای غایب است و 6 تاش برای مخاطب است و 2 تاش برای متکلم، و 14 تا مضارع دارد و 6 تاش برای غایب است و 6 تاش برای مخاطب است و 2 تاش برای متکلم. انا میگه گفت گفتی سه. میگه که و دیگر ابواب 5 گانه هم بر این قیاس بود. بر این قیاس همین چیزی که بیان کردیم. خب اکنون ببینید چی میگه. باب دوم که بیان میگه. باب یکم گفتیم. باب دوم. باب دوم چی است؟ باب دوم ضربو تا آخر گفته است. ضربو تا آخر یعنی 14 صیغه‌اش رو بگو. ببین ضربو یعنی در جای مونده میگه. الف را قوش کردم. این حرفایی که با سرخ نوشتگی هستم در داد و ر و ب انا همونها را قوش کردم بگیرید. ضربا در اینجا هیچ قوش نمیکنیم. ضربا الف قوش میکنیم. ضربو هر دین را همراه میکنیم. ضربتا ضربنا، ضربت ضربتم ضربتم، ضربتی ضربتم ضربتن، ضربتو ضربنا. ضربه زد و یک مرد در زمان گذشته. این را دیگه ترجمهش خودتون بیان کنید چرا که در بدون گرفته بودیم. خب بابی دویمه بیان کرد. بعد بابی تا آخر علمو میگه. اکنون بابی چنده علمه؟ بابی چهارم. بابی دویمه گفت بابی چهارم را ببینید. با همین کار را بکنید. علمو، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. علمه یعنی دانست و این مرد در زمان گذشته. باقی مانده ترجمه‌اش برای شما معلوم است. خب تا آخر گفت. اکنون بعدش با منع را میارد. منع بابی چند است؟ بابی 3. بابی 3 منعو بیارید در اینجا. منعو، منعت، منعتا، منعنا، منعت، منعتما، منعتم، منعتی، منعتما، منعتن، منعتو، منعنا. 14 صیغه‌اش. منع یعنی باز داشت، منع کرد. تا آخر میگه 14 صیغه‌اش گفتیم. بعد از این حسیبه را میارد. حسیبه بابی چنده؟ بابی 6. حسیبو ببین. حسیبا، حسیبو، حسیبت، حسیبتا، حسیبنا، حسیبتا، حسیبتما، حسیبتم، حسیبتی، حسیبتما، حسیبتن، حسیبتو، حسیبنا. حسیبه یعنی که حساب کرد. خب تا آخر میگوید این را همچنین. انا اکنون آخرین بابا میارد. شروفا. بابی شروفا بابی چنده؟ بابی 5. شروفه ما شما در
22 باب صرفی ده حسونه را خونده بودیم در باب 5. حسونه و شرفه و کرومه اینو هم از باب چنده؟ باب 5. این صاحب کتاب صرفی میر شرفه را آورده است. اکنون ببینید شرفه، شرفا، شرفو، شرفت، شرفتا، شرفنا، شرفت، شرفتما، شرفتم، شرفتی، شرفتما، شرفتن، شرفتو، شرفنا. شرفه به معنی چیه؟ یعنی که با شرف شد، با احترام شد، با شرافت شد تا آخر. اکنون فعل ماضیش چیکار کردیم؟ 5 باب ثلاثی مجرده بیان کردیم. میگذاریم در فعل مضارع و مستقبل، چون اکنون مستقبلش هم فعل مضارعی 5 باب باقی مانده، یعنی باب یکم گفتیم، باب دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، 5 باب دیگر ماندگی است. انا همون 5 باب میگه به مثل انا همین میشود. 6 تاش برای غایب، 6 تاش برای مخاطب، 2 تاش برای متکلم. خب ببینید چی میگه. میگه چون یضربو در جای ینصرو نون و صاد داره یا بی استد، این یا بی استد در هر یک 5 باب ده میاریم و این آخراش هم بی استد. فقط انمی 3 حرف علیش کردن میگیریم. دقت بدید. ینصرو را در جاش یضری میمونیم. یضربو برای باب دوم است. میگیم که یضربو، یضربانی، یضربون. دقت بدید. تضربو، تضربانی، تضربو، یضربنا. تضربو، تضربانی، یضربنا. تضربو، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربین. بله، تضربین، تضربانی، تضربن، اضربو، نضربو. دقت دادید؟ انا این 14 صیغه بابی دوم فعل مضارع. بعد از این چی میگوید؟ تا آخر گفت، تا آخر بیان کردیم. یعلمو، علم یعلمو باب چنده؟ باب 4. ببینید یعلمو، یعلمان، یعلمون، تعلمو، تعلمان، یعلمن، تعلمو، تعلمان، تعلمون، تعلمین، تعلمان، تعلمن، اعلمو، نعلمو. دقت دادید؟ 14 صیغه. یعلمو یعنی میداند و مرد در زمان آینده. یضربو یعنی میزند و مرد در زمان آینده. اینا در بدان بیان کرده بودیم تا آخر. خب باب 5 تا آخر گفتیم. اکنون یمنعو باب چند؟ باب 3. منع، یمنعو، یمنعو، یمنعانی، یمنعون، تمنعو، تمنعانی، یمنعن، تمنعو، تمنعانی، تمنعون، تمنعین، تمنعان، تمنعن، امنعو، نمنعو. دقت دادید؟ 14 صیغه. یعنی یمنعو معنی میکند و مرد در زمان آینده. باب 4 تا آخر میگه. تا آخرش همچنین بیان کردیم. خب یحسبو، یحسبو باب چنده؟ باب 6. باب 6 ده صاحب کتاب میگه که یحسبو، یحسبان، یحسبون، تحسبو، تحسبان، یحسبن، تحسبو، تحسبان، تحسبون، تحسبین، تحسبان، تحسبن، احسبو، نحسبو. دقت دادید؟ یحسبو یعنی که حساب میکند و مرد در زمان آینده. تا آخر میگه. یعنی 14 صیغه‌ش بگذارید که فقط 3 تا 3 تا آورده است، برای هم خاطر تا آخر میگوید. اکنون آخرین باب 5 این آوردگی این آخرینش میگه که یشرفو، یشرفانی، یشرفون. ببینید یشرفو، یشرفانی، یشرفون، تشرفو، تشرفانی، یشرفن، تشرفو، تشرفانی، تشرفون، تشرفین، تشرفان، تشرفن، اشرفو، نشرفو. دقت دادید؟ یشرفو یعنی با شریف، با شرافت می شود و مرد در زمان آینده، با احترام می شود و مرد در زمان آینده. تا آخر میگوید. اکنون تا آخرش ما گفتیم 14 صیغه را. اکنون فعل مضارع به همین با آخر رسید. تا به حال ما یک باب را که آورد فعل ماضی و مضارع را خلاص کردیم. حالا ما و شما ترکیب و تجزیهش نگفتیم، حالا بعدتر میارد. دقت بدید. اکنون میگوید که فصل نو در رسیدیم. در فصل نو میگوید که فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرند. فعل مستقبل، فعل زمان آینده را از فعل ماضی میگیرند. یعنی این فعل مضارع را از همین فعل ماضی میگیرند. پس این را چی طور میگیرند؟ دقت بدید، همون را بیان میکنند. میگوید که فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرند با زیادتی یک حرف از حروف اتینه. در اولش میگه یک حرف اتینه را همراه میکنیم. اتینه نه این الف، این ت، این یا
این نون هر چهارش اگر ما جمع کنیم میشه اتینا. در بدون گفته بودیم یا جای جمعش میگیم میشه اتینا. پس انمین حرفای اتینا یعنی حرفای مضارعاتش میگفتیم در بدون. حرفای مضارعات رو میگه در اولش میمونیم یکم کار با زیادتی یک حرف از حروف اتینا در اولی وی در اولاشون ببینید حرفای مضارعات در اول است. در همه 14 تا صیغه در این اولاشون حرفایی را که میبینید همشون حرفای چی هستند؟ مضارعات هستند، یعنی حرفای زمانی آینده کردن فعل. و این حروف را زواید اربعه خوانند. این همه حرفای چهارگانه که حرف مضارعات، بعضی میگن حرف چی؟ زواید اربعه. بعضی با چی میگن؟ حرفای مضارعات. یعنی که نامهای بسیار دارد اما مقصد همین 4 حرف است: الف، ت، یا، نون. در اول همین 14 تا صیغه همین 4 تا حرف است و بس، از این زیاد نیست. خب زواید اربعه خوانند و این حروف مفتوح باشد. ببینید مفتوح است، فتحه، یعنی ت ربی یا ربی فتحه، ت ربی ببین فتحه، الف ببین فتحه، نون ربی ببین فتحه، یعنی مفتوح است. آخرش فتحه، اولش فتحه دارد. همین حرفا آخر بالاشون چی هستند؟ حرفای مضارعات فتحه میگیرند. خب مگر در 4 باب، مگر میگه در 4 باب انطور فتحه نمیگیرد. 4 بابی هست که فتحه نمیگیرد. موضوع مگر در 4 باب که موضوع آن 4 حرفی بود. 4 بابی که موضوعش 4 تا حرف دارد، انا همون 4 باب در حرفای مضارعاتش فتحه نیست و چی های؟ ضمه است. به مثل این ضمه میموننشه. اون 4 باب کدام است؟ اون 4 باب همون فعل‌هایی که فعل‌های ماضیشون 4 تا حرف دارد. اون بابی چند می شود؟ 3 باب ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید است. باب هفتم اکرم یکرم، یکرمو نمیگو یکرمو، و فرح یفرح میگو، یفرحو نمیگوی. دتا و قاتل یقاتلو میگو، یقاتلو نمیگوی. 3 تاشید. و باب 19 دحرج یدحرجو میگو، یدحرجو نمیگیم. چند تاشید؟ 4 تا. انا همین 4 تا را بیان میکند. میگوید که مگر در 4 باب که ماضی آن 4 حرفی بود. ماضیشون 4 تا است، 4 حرف است. یا تام باشد در 22 باب صرفی وقتی میگفتیم که ماضیش 4 حرف دارد، میگفتیم تذکر میدادم، یادرستان میکردم که همین گپ در یادتون بگیرید که در علم نحو در کار مون میشود. این در علم نحو اکنون در کار میشود. در اینجا زیرین بیان میکند که اون 4 باب کدام است، اما در علم نحو بیان نمیکند. میگه ماضیش 4 حرف دارد بس، همین قدر میگوید خلاص. دیگه باید خودت پای ببری که باب 7، باب 8، باب 9، باب 19. انا همین 4 باب در نظر دارد. خب میگه چی است؟ افعل یفعل افعالا. ببین افعل یفعل باب 7، اکرم یکرمو. فعل یفعلو باب چند؟ باب 8. فرح یفرحو، یا در این کتاب میخونیم صرف یصرفو. و فاعل یفاعلو، ما شما میخونیم قاتل یقاتلو. در این کتاب خوندیم که ضارب یضاربو، همین باب است. و فعلل یفعللو، دحرج یدحرجو. انا همین 4 باب اولاشون نگاه کنید که ضمه دارد. در اولاشون چی است؟ ضمه است. ببین میگم که یکرمو، ریمو. یا را ببینید چی دارد؟ ضمه دارد. این یا فتحه دارد، این یا چی دارد؟ ضمه دارد. یا مثلا یدحرجو، یدحرجو. دقت بتید. یا را ببینید ضمه دارد، این یا را ببینید فتحه دارد. باقی مونده 2 باب دیگر شد، یفرحو و یقاتلو. در اولشون در حرف مضارع چون چی می شود؟ ضمه می شود. خب کی در این 4 باب مضمون باشد ابداً. در همین 4 بابی که گفتیم، باب 7، 8، 9 و باب 19، حرفای مضارعات میگه ابداً یعنی همه وقت مضمون می شود. دیدید؟ همه وقت مضمون می شود. همه وقت یعنی چی؟ یعنی در فعل معلوم هم مضمومه، در فعل مجهول هم مضمومه. اما اینها در معلوم فتحه دارن، در مجهول بعد به مثل این ضمه میگیرن. این را بعدا بیان میکنیم. یا در علمی در کتاب بیدان، در صرف در بیدان بیان کرده بودیم که چخیل فعل معلوم و مجهول میکنه. حرف مضارعات را میگه ضمه کن به مثل این. اما در اینجا در فعل در 4 باب
ابدا همه وقت چی است؟ مفتوح مضموم است. همه وقت مضموم می باشد. خب میگه که در این 4 باب مضموم باشد ابدا. اکنون ابدا معنیش فهمیدیم که همه وقت، یعنی در معلوم و در مجهول. خب و فعل مستقبل به معنای حال و استقبال آید. اکنون این فعل مستقبل را که شما میبینید، فعل‌های مضارع را، فعل‌های زمان آینده را، اینها میگن دو معنی دارند. اینها یک زمان دارند، یعنی دو زمان دارند. اینها یک زمان دارند، زمان گذشته خلاص. اما اینها فعل مضارع میگه دو زمان دارد. دقت بدید، دو زمان. خب او زمان کدام است؟ زمان حال، معنای حال را دارد. مثلا که ینصرو، نصرت میدهد، نصرت داده ایستاده است حالا. مثلا نصرت داده است میگه ینصرو. همچنین بگه که در آینده نصرت میتید، یاردم میتید، همچنین میگه که ینصرو. دو زمان، زمان حال حاضر، زمان استقبال آینده. زمان استقبال یعنی که بعد از گپ زدن، یا دقیقه پس است، یا ساعت پس است، یا روز، یا ماه، یا سال پس هم باشد، او را استقبال میگن، یعنی زمان آینده. چنان که گویی، میگه چطوره که تو میگویی که انصرو. ببینید، انصرو، انصرو، انصرو یاری کنم. صاحب کتاب چی میگه؟ یاری کنم و میکنم. این دو گپ از فارسی دری است. دقت بدید. یاری کنم یعنی که حالا یاری کرده ایستادم. مثلا من حاضر میگم که اشرح درس، یعنی که حالا من درس شرح داده ایستم. درس شرح داده ایستم، میگم اشرح، یعنی که درس رو شرح داده ایستادم حالا. انا در فارسی چی میگن؟ یاری کنم. کنم یعنی که حالا کرده ایستادم. و میکنم، میکنم یعنی در آینده میکنم. مثلا من میگویم که اشرح درس نحوی، مثلا غدا شرح میتیم درس نحو رو فردا. پس این اشرحوی من برای زمانی چی بود؟ مستقبل بود. برای درس نحو رو فردا یا بعد میگیریم. اما اشرح درس صرفی، شرح میتیم درس صرف نه که حالا شرح داده استم، ما و شما در صرف خونده استیم. ببینید، حال و استقبال. حال یعنی حالا و استقبال یعنی زمان آینده. پس یاری کنم یعنی حالا و میکنم یعنی زمان آینده. و هرگاه در وی لام مفتوحه در آید. اکنون بیان میکند، میگوید که هرگاه در فعل مضارع لام مفتوحه در همین اولش یا لام بمونیم فتحش بمونیم، لام میاریم و فتحه بمونیم، کسره نه، کسره اون دیگر چیز است، اون حالی میآید. لام میاریم فتحه میمونیم. لام مفتوحه در آید میگوید معنای حال را بود. اگر فتحه را دیدیم معنای فعل مضارع معناش یک زمان در بر میگیره که دو تا زمان نه. اما حاضر می ینصرو دو زمانه، زمان حال و استقبال. اما در اولش یک لام بمانم، مثلا یک لام بمانم یا در اینجا جدا بنویسیم. ببین، لا ینصرو، لا ینصرو. انا همین لام این دو زمان داشت که یک زمانش کرد، یعنی زمان آینده. دقت دادید؟ یعنی زمان چی؟ زمان آینده. برام خاطر میگوید که چون لا یضربو یعنی میزند اون یک مرد، یعنی لا یضربو یعنی میزند وی مرد در زمان آینده. لا ینصرو یعنی کمک میکند، یاردم میکند وی مرد در زمان آینده، نصرت میتید وی مرد در زمان آینده. پس همین لام این دو زمانه را یک زمانه کرد که فقط زمان آینده. لام که موندیم نمیگیم که کمک کرده ایستاده است حالا، نه، کمک میکنه در زمان آینده، یک زمانه در بر میگیرد. خب باز چی میگوید؟ میگوید که اکنون دلیل میارد و اینی لیحزننی الآیه، آیت هست میگه از قرآن دلیل میارد. اینی لیحزننی، میگوید مرا لیحزننی، ببین لا داره در اولش به مثل همین لا یحزننی یعنی غمگین میکند در زمان آینده. ببین، لا یحزننی یعنی غمگین میکند در زمان چی؟ در زمان آینده. اگه جا فهمید در زمان آینده از همین لا یحزننی. و اگر سین یا سوف یا میگه در اول فعل مضارع سین یا سوف بدراید،
سین و سوف چطوری که در علم نحو گرفته بودیم که سین و سوف از علامت های فعل مضارع است. در اول فعل مضارع سین یا سین طاقه یا سوف بدراید، در این صورت چی می شود؟ سین سوف درآید در اول، چون سینصرو و سوف ینصرو مانند چی؟ مانند سینصرو و سوف ینصرو. دقت بدید. مثلا میگویم که سینصرو یا میگویم که سوف ینصرو ببینید سینصرو در اولش چی درآمد؟ در اول این سین درآمد و در اول این سوف درآمد. همین ینصرو است، لیکن در اولش چی است؟ سوف است. اگر همین هر دو بدراید میگد سینصرو سوف ینصرو استقبال را بود. اکنون معنیش میشه معنای استقبال، یعنی زمان آینده. در این صورت هم یه زمان دارد، زمان آینده بس، زمان آینده. یعنی قریب است که یاری خواهد کرد. معنیش چی میشه اکنون؟ قریب است که اون انسان یاری میکند، اون انسان یاری میکند. یعنی که قریب است که اون انسان یاری خواهد کرد. قریب است یعنی به نزدیکی در آینده یاری خواهد کرد. پس اینها برای چی بوده است؟ قرینه ها میگن اینها را. اون لامی که در اولش در آوردیم یا سین یا سوف، اینها قرینه هایی هسته که فعل مضارع دو زمان دارد، به یک زمان چیکارش میکند؟ ربطش میتید، به یک زمان معینش میکند. اکنون این فصل هم با آخر رسید. میگذاریم در فصل بعدی. همون سخنی که گفتیم تجزیه و ترکیب، انا اکنون حالا ما و شما در همون تجزیه و ترکیب رسیدیم. دقت بدید. تجزیه و ترکیب بسیار مسئله مهم است، هم در نحو هم در صرف. خب این را ما در بدون بیان کردگی بودیم، اما کوتاه‌ترک. در بدون نباشه همین چیزا را ما گفتگی بودیم، اما در اینجا با تفصیل ترک است. دقت بدید. میگوید که فصلون بدون که الف در نصرا علامت تثنیه مذکر و فاعل فعل است. انا همین نصرا الف دیدید؟ انا همین الف دو رول بازی کرده است. او دو رول چی است؟ یکم علامت تثنیه است. همین الف بیان کرد که دو کسای یاردم کردگی و دو کسان، به همین چیز دلالت کرد. و یکم و دوم ضمیر فاعل است و فاعل انا همین الف است. ما در بدون خوندیم که فعل حدث است، او را محدث میباید. یعنی فعل یک پدیده است، او باید یک اجرا کننده داشته باشد. پس گفت که فاعل او محدث او فاعل اوست. پس محدث و فاعل اوست، انا همین الف فاعل است. یعنی نصر فعل ماضی، انا همین الف فاعل است. این را در علم نحو با تفصیل میخونم، ولی فقط بدونید که فاعل انا همین الف است، یعنی اجرا کننده. در این نصر فاعلش نیست، حالا پنهان است، صاحب کتاب بعدا بیان میکنند. لیکن در نصر فاعلش چیه؟ انا همین الف است. دقت بدید. خب این الف دو رول بازی میکنه. یکم علامت برای دو کس بودن بوده، دوم فاعل فعل بوده است. خب میگذاریم در اینجا چیکار میکند؟ میگوید که واو در نصرو علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل است. ببینید در نصرو میگه این واو را که میبینی، این واو علامت جمع مذکر، یکم علامت جمع مذکر و دوم به مثل این فاعل است. به مثل این چی است؟ فاعل است. دو معنا. اکنون در این کتاب بیان نکرد. این الف هم ما گفتگی الف چی بود نامش؟ الف فارقه. پس این حرفایی که با رنگ سرخ نوشتگی هستم، اینها را ما در بدايه گفتیم اصل باب. اینها اصل باب هستند. این الف علامت تثنیه و فاعل فعل است و اینجا اصل باب است. این واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل است و این الف چی بود؟ فارقه. خب و تای ساکنه در نصرت علامت تانیث است. این ت را دیدید ساکن داره، نه؟ برام خود تای ساکنه میگن ایرا. ما با تای متحرکه داریم. ببینید تا است حرکت دارد. این تا را نامش تای ساکنه است. میگه تای ساکنه و تای ساکن در نصرت علامت تانیث است. این علامت چی است؟ معلوم است که همین انجام دهنده یک زن است، مؤنث است و ضمیر فاعل نیست. لیکن به مثل این الف این واو فاعل بود، نه؟
این ت فاعل نیست، این حرف است و بس. از این ما را میگیم اینها ضمیر هستند، اسم هستند. این الف و این واو، الف اینها چی هستند؟ اسم هستند، لیکن این حرف است. کلمه گفتیم به سه قسم تقسیم میشه، اسم و فعل حرف. این انا همون حرف قسم سوم کلمه است. این الف و این واو قسم دوم کلمه است، یعنی اسم. این قسم یکم کلمه اسم. خب و میگه که این ت فاعل نصرت نیست، فاعل نیست. و الف در نصرتا، این الف دیدید در نصرتا بعد ت الف، این را میگوید که علامت تانیث، علامت تثنیه مؤنث و ضمیر فاعل است. علامت رنگین، علامت دو کس، دو زن و فاعل است. همچنین یعنی دو معنی دارد، دو کس، علامت دو کس بودن و فاعل نصره است. خب و تا علامت تانیث است. این ت که میبینید حالا در اینجا حرکت دارد، این همین ت است، فقط در اینجا حرکت شده برای الف ساکن داشت، الف حرکت قبول نمیکنه، برای همین ت را آوردیم در اینجا، ت را حرکت دادیم تا اینکه خواندش بشود. پس این دقت کنید در علم نحو این فایده میتید برای ما. نصرتا، این ت همین ت است، فقط در اینجا ما حرکتش دادیم برای دو تا ساکن بر آمد. خب بعد از این میگوید که و الف در نصرتا علامت تثنیه مؤنث و ضمیر فاعل است و تا علامت تانیث است. و این ترگو علامت تانیث است، این دو چیز، علامت تثنیه و فاعل فعل. و نون در نصرنا علامت جمع مؤنث غایب است. این نصرنا نون دیدید علامت جمع مؤنث است، یعنی که جمع زنها، این همین نون علامت جمع مؤنث است. خب جمع مؤنث غایب و ضمیر فاعل است. و همچنین فاعل همین نصره این همین نون است، همین نون یعنی که ضمیر است و فاعل است. فاعل چی؟ فاعل نصره. و تای مفتوحه در نصرته ضمیر واحد مخاطب مذکر و فاعل فعل است. اکنون در اینجا ت را میبینید، در اینجا گفتیم تای ساکن، در اینجا تای چی میگیم؟ تای مفتوح، یعنی تایی که فتحه دارد. ببینید فتحه دارد، زبر دارد. و تای مفتوح در نصرته ضمیر واحد مذکر، ضمیر واحد مذکر و مخاطب مذکر، کسی که در پیشمون است. مخاطب معنیش یعنی تو یا شما گفته گپ میزنیم، انمی را مخاطب میگوین. و فاعل فعل است، همین ت فاعل است، باز همین ت چی است؟ فاعل است. خب و تای مکسوره در نصرتی، اکنون در اینجا گذشت، این را بیان کرد، بعد از این را بیان میکند. در نصرتی میگه تایی که مکسوره است، این تای مفتوحه، این تای مکسوره کسره دارد. تای مکسوره میگه به مثل همین است، یعنی که و تای مکسوره در نصرتی ضمیر واحد مخاطب مؤنث و فاعل فعل است. دو چیز است، ضمیر مخاطب کسی که در پیشمون است، تو یا شما گفته گپ میزنیم، و همچنین فاعل چی است؟ فاعل نصره است، همین ت فاعل هست. خب و توما دو تا داریم ما، ببینید هم دو تگه مذکر هم دو تگه مؤنث توما دارد. اکنون هر دیره یک جای بیان میکند، دقت بدید. و توما در نصر توما گاهی ضمیر تثنیه مخاطب مذکر، بعضی وقت برای مذکر است میگه گاهی، یعنی بعضی وقتا، و گاه ضمیر تثنیه مخاطبه مؤنث، بعضی وقتا برای دو زن میشود میگه ضمیر تثنیه مخاطبه مؤنث و فاعل فعل است. هر دین ها فاعل هستند. نصره را فاعلش همین توما است، این نصره هم فاعلش چیه؟ همین توما هست. خب و توم در نصر توم، این توم هم ببینید توم، انا این توم میگه در نصر توم ضمیر جمع مخاطب مذکر و فاعل فعل است. دو چیز است، ضمیر جمع مذکر مخاطب یعنی که بسیاری بودن در پیشمون، یکم، و دوم برای کی است؟ بعدی فاعل فعل است، فاعل نصره هست، فاعل نصره می باشد. و تنه در نصر تنه ضمیر جمع مخاطبه مؤنث و فاعل فعل است. ببینید نصر تنه، این تنه ای که میبینید، این تنه دو چیز در نظر دارد. یکم که برای مخاطبه های در پیش من زن های بسیار باشد، ضمیری یعنی که علامت مخاطبات بسیار است، زن های بسیار. و دوم فاعل فعل است. ببینید فاعل نصره یعنی تنه است، فاعل نصره چه؟ تنه. خب و تای مضموم در نصر تو، اینجا ببینید تای مضموم است. ببین تای ساکنه، تای مفتوحه، تای مکسوره، تای مضمومه.
ضمه دارد، برای خاطر مضمومش میگن ضمه دار. همین تای مضموم میگه در نصر تو ضمیر واحد متکلم است برای واحد گپ زننده، خواه مؤنث مذکر خواه مؤنث، یعنی که همون گپ زننده مرد باشد زن باشد تو میگد نصر تو، یعنی یاری کردم من. در برام خود در ویدیو میگفتم یاری کردم من مرد یا زن میگفتیم، یعنی که مرد و زن یک خیل میگوید. و فاعل فعل است، همین تو با فاعل چیه؟ نصره هست. و نا در نصر نا، اکنون نایی که در اینجا میبینید در نصر نا میگوید این نا ضمیر متکلم با غیر است. ما در بیدان میخوندیم که ضمیر متکلم مع الغیر است، اون مع کلمه عربی است، اما با غیر است این کلمه فارسی است. یعنی که این نا متکلم مع الغیر است، یعنی دو کس یا زیاده دو کس باشد. گفته بودیم تثنیه خواه جمع دو کس باشد یا جمع باشد بسیاری، خواه مذکر خواه مؤنث مردا باشند یا زنا باشند، همین طور گپ میزنن نصر نو. و فاعل فعل است، و فاعل فعل است، همین نو فاعل چی است؟ نصر است. دقت دادید؟ اکنون میگردیم به این دوتا، این دوتا که در جمع فاعلش بیان نکردیم. ببینید اینها گفتیم فاعل هستند، این به حرفای سرخ میبینید، غیر از این باقی مونده حرفای سرختی میبینید، رنگ سرختی نوشتگی حرفا فاعل هستند. اما در اینجا ببین فاعل ندارد یا اینا گفتیم فاعل نیست، پس این دو طرف فاعلش کجا ده هست؟ انا همین را بیان میکنند. میگوید که فاعل نصره و نصرت، این دو طرف میگه فاعلش شاید که ظاهر باشد، شاید که ظاهر باشد یعنی در بعضی جا ظاهر می شود. مانندی مثالی من می نویسم که نصره، ببینید نصره زیدون مثلا، یا کمکت زید. ببینید همین زیدون چی شد؟ فاعل شد. نصره زیدون گاه میگه چی است؟ ظاهر باشد، چون نصر زیدون خوشم نوشتگی است. و نصرت هندون در دیومش فاعلش چی میشه؟ نصرت هندون، یعنی که هند کمک کرد. ببین در اینجا فاعلاشون چی شد؟ ظاهر شد، یعنی دیده میشه. ببینید ظاهر است. اکنون میگوید که شاید که ضمیر مستتر باشد، بعضی وقتا میگه با همینا ضمیر مستتر میشوند. ضمیر مستتر به مثل چی؟ دقت بدید. مثلا این زید در اینجا بود، اینجا میارمش، میگم که چی؟ زیدون، این زید از اینجا میگیریم. یا هند اینجا میارم اول، هندون، این هند از آخرش میگیریم. اکنون زیدون نصره در اینجا در ضمیر فاعلش مستتر است، در این هندون نصرت همچنین ضمیر فاعلش مستتر است، یعنی که پنهان است. ببین چم گفتگی است که شاید که مستتر باشد. مستتر یعنی در تحت همین نصره پنهان است، در تحت نصرت پنهان است، بجا شدگی است. خب میگه چون زیدون نصره، ببین زیدون نصره یعنی که هو، اینجا تا هو دارد برمیگرده به زید. هندون نصرت یعنی که کی؟ هیا یعنی وی، هو وی مرد، هیا وی زن. ببینید فاعل نصره هو مستتر، فاعل هندون نصرت فاعلش هیا است که مستتر در پشتش پنهان شدگی است. دقت دادید؟ ای هیا یعنی که نصره زیدون نصره ای هو و زیدون نصرت ای و هندون نصرت ای هیا. دقت بدید. یک چیز دیگر، یک آدم ما را بگوید که از اینجا در زید در اول بود در آخر بود، میگفتیم که فاعل نصره، آیا میشود که همین زید ما باز بگیم فاعل؟ میگیم نه. چرا؟ زیرا اینکه فاعل پیش ای فعل نمیآید. در بعد فعل بود بله فاعلش میگفتیم، اما پیش ای فعل که گذشت فاعلش نمیگیم دیگه. پیش از فعل دیگر فاعل نمیشود، فاعل بعد فعل میآید. برای خاطر در اینجا در علم نحو میخونیم که زیدون مبتدا و نصره جمله فعلی خبر زیدون می شود، هندون مبتدا و نصرت جمله فعلی خبر هندون می شود. اما در اول نصره فعل بود و فاعل جمله فعلی بود، اما اینا فقط جمله را نامش فرق میکند که میگن جمله اسمی. خب اکنون فعل ماضی را تجزیهش به آخر رسید. دقت دادید؟ یک تا بیان کردیم، گفتیم این حرفای با رنگ سیاه نوشتگی هستند، اینها اصل باب هستند
و این حرفایی که غیر از این باقی مانده حرفای با سرخ نوشتگی هستند، اینها فاعل هستند، ضمیر فاعل هستند و اینی که هست اینی چرا لا بازی نمیکنه علامتی چی است خلاص. پس ما میتونیم بگیم این قطعی هر دوش علامت هستند، این ت و این الف علامت، نصرور الفش نصرت این تش علامت هستند، اینها ضمیر نیستن یعنی اسم نیست. اکنون خلاص کردیم ما چرا فعل ماضی رو. پس بیاید میگذاریم به فعل مضارع. باز فعل مضارع ترکیب و تجزیه میکنیم، به مثل که از فعل ماضی را کردیم فعل مضارع همین کارو میکنیم. میگه که و یا در ینصرو حرف استقبال و علامت غیبت هست. یا که در اول دیدید حرف استقبال یعنی حرف مضارعت و حرف چی است؟ حرف استقبال و علامت غیبت هست. علامت غیبت یعنی همین دلالت میکند که همون کسی را که ما خبر داده استیم در بارش او در پیش ما نیست. دقت دادید؟ علامت غیبت معنیش همین است، یعنی که همون آدم در پیش ما نیست، نام او گپ زده استیم او قطعی ما نیست. انا میرم میگن علامت چی؟ غیبت، یعنی که در پیش ما نیست. و یا در ینصرانی اکنون در ایش گذشت، این یا حرف چی بوده است؟ حرف مضارعت و علامت غیبت. دو چیزا در یادتون بگیرید درباره یا. و ینصرانی در چی میگه؟ میگه و ینصرانی و یا در ینصرانی نیست علامت غیبت و حرف استقبال است. اکنون اینجا همون چیزا بگید، علامت غیبت و حرف چی؟ استقبال، یعنی که برای آدمی که دربارش گپ می‌زنه در پیش ما نیست و زمان آینده در همین حرفا برده است. برای خاطر ما گفتیم حرف مضارعت یعنی که همین نصره را همین در اولش درآمد زمان آینده کرد، نباشه این نصره زمان گذشته بود. دقت دادید؟ اکنون ینصرو این یا با همون گپ. خب و حرف استقبال و الف علامت تثنیه. اکنون این الف چی است؟ الف علامت تثنیه است، علامت دو کس بدنی انجام دهنده یاردم کننده، مثلا ینصرانی یارمی که وایها دو کس، انا همین الف علامت تثنیه است. و فاعل فعل هم همین است و ضمیر و الف علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است و ضمیر فاعل در اینجا همین الف است. اکنون نون چی است؟ نون دقت در آخرش نون و نون میگه در وی عوض رفع است که در واحد بود. این نون ضمیر نیست، این حرف است. عوض عینه تنوین است. تنوین ندیدید به حرف سرخ نوشتگی هستم. این را در ینصرو علامت رفعش انمین ضمه است. دقت داده؟ ضمه. اکنون وقتی که ما ینصرانی که گفتیم این ضمه کجا شد؟ این ضمه از بین رفت و در جاش جاینشین نون آمد. این را در یادتون بگیرید. برای چی گپا را گفتم؟ ولی فایده ش بعد میفهمید که چی است. ببینید این را از بین که بردیم در جاش جاینشین نون آمد. برای خاطر میگیم نون عوض عن الرفع، علامت رفع عوض عن الرفع. خب یعنی ینصرو یعنی که ینصرو عوض رفع هست، یعنی ینصرو یعنی ضمه که در ینصرو در ره هست همون را در نظر دارد. یا در ینصرون نیست علامت غیبت است و حرف استقبال. یا که در اینجا میبینید با همون دو چیز، علامت غیبت و حرف استقبال، حرف مضارعت. خب و واو ضمیر جمع مذکر و فاعل فعل است. این واو که میبینید علامت جمع مذکر است، باز چی است؟ فاعل است. اینم فاعل بود، اینم فاعل است. و نون چی؟ نون عوض عن الرفع با مثل همین. این ببینید ضمه داشت در اینجا جمع ده، دیگه این ضمه را نمیگیم که همین ضمه است، نه، ضمه اعرابی باید در آخر بیاید. این ره آخر نیست، بعدش واو است. از این حساب حرکت آخر کلمه ینصرونه در این نون است. انا این نون جاینشینی چی است؟ جاینشینی همین ضمه است. در جای نون جاینشینی این ضمه است، این نون جاینشینی این ضمه. دقت دادید؟ در ینصرویی که هست جاینشینی همون است و نون در وی عوض رفع است. این نون را با تاجیکی چی میگن؟ عوض رفع. عوض رفع یعنی جاینشینی این همین رفع. و نون در وی عوض رفع است که در ینصرو، ببین در ینصرو در آخر ضمه که هست میگه این نون عوض همین چطوری که بیانش کردیم در بود، این ضمه که هست برای مناسبت واو است و این ضمه که در ر میبینیم این ینصرو، این ضمه برای مناسبت چی بوده است؟ برای مناسبت واو. این ضمه برای مناسبت واو است، برای موافقت با واو کردن. این فتحه برای مناسبت چی است؟ الف است. اینها را در ذهنتون بگیرید. این ضمه برای مناسبت واو است، این فتحه برای مناسبت الف. آخرش در اصل چی بود؟
در اصل دمه بود. دقت دادید؟ و تا در تنصرو در دیمش گذاشته مکر. تنصرو و تایی که در اولش میبینیم این هم مثل همین یا است. حرفی چی است؟ و تا در تنصرو و تنصرانی و تا در تنصرو و تنصرانی این دو طرف بیان کرده است. تا این تا هر دش علامت غیبت و حرف استقبال است. همین ها دلالت میکند که همین یاردم کننده ها چی هستند؟ علامت غیبت است. علامت غیبت یعنی که نبودن مرد، نبودن زن، یعنی که در پیش ما نیست، یکم، و حرف استقبال است دوم، برای زمان آینده است. همین تا فعلا به زمان آینده گرداندن. خب و الف علامت تثنیه مؤنث و ضمیر فاعل است. الفی که در اینجا میبینید، دیدید این الف علامت چی است؟ علامت تثنیه و فاعل فعل است و این نون به مثل این نون عوض رفع است. رفع دیدید در اینجا، این نون به مثل همین است. نون ها هر دش یک چیز هستند. این را ما در علم نحو امثله خمسه گفته خوانده بودیم. خب و تثنیه مؤنث و ضمیر فاعل است و نون عوض رفع است که در واحد بود، یعنی در تنصرو در دمه را دیده، این نون جای نشینی همین است، عوض از همون آمدگی است. و یا در ینصرنه علامت غیبت و حرف استقبال است. یا یکی در ینصرنه میبینیم این یا حرف چه؟ حرف غیبت و استقبال، یعنی که دو چیزا، علامت غیبت و حرف استقبال، یعنی علامت است که برای زمان آینده و همچنین برای استقبال. غیبت یعنی که در پیش ما نیست، استقبال یعنی که زمان آینده. و نون ضمیر جمع مؤنث غایب و فاعل فعل است. و نون که میبینید این نون به مثل این نون ها نیست، عوض از رفع نیست. این نون برای خاطر به حرف سرخ نوشته هستم، با رنگ سرخ، تا اینکه بفهمید که این نون ضمیر جمع مؤنث و فاعل فعل است. یکم ضمیر جمع مؤنث است، دوم چی است؟ فاعل نمین ینصرو است. ینصرو فاعل نمین نون هست. خب و تا در تنصرو این اینجا گذاشته مکو. تنصرو تایی که در اولش میبینید این ت میگه حرف استقبال، علامت خطاب و حرف استقبال است. علامت خطاب که در پیشت است، یعنی تو شما گفته گپ بزنیم، یا که حرف استقبال یعنی که برای زمان آینده گرداندن فعل است. در وی انت مستتیر است. در تحت همین تنصرو یا تا اینجا انت پنهان شدگی، چطوری که در نصر اینجا نوشتیم که پنهان شدگی است، اینجا هم یک تا انت چی شدگی؟ پنهان شدگی است. فاعلش پنهان است. دائما کی فاعل فعل است، یعنی که دائما یعنی میشه که در بالای دائما شما بنویسید که واجباً، یعنی واجب است پنهان کردنش. اما در بالا گفتیم که جایز است ظاهر کردنش، گفتیم گاه ظاهر میاد و گاه مستتیر. اما در اینجا ظاهر تماما نمی آید. تنصرو انت همه وقت مستتیره، واجبه، باید پنهانش کنیم، آشکار کردنش جایز نمی باشد. خب و تا در تنصرانی علامت خطاب، ببینید تایی که در تنصرانی است علامت خطاب و حرف غیبت است، علامت غیبت و حرف استقبال است. دقت دادید؟ و تا در تنصرانی علامت خطاب است و الف در وی علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است. این الف و مثل این الفا فاعل چی است؟ تنصرو است. فاعل تنصرو است. خب و تا در تنصرانی علامت خطاب و الف در وی علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است و نون عوض رفع است که در تنصرو بود. ببینید و نون که در اینجا میبینید این عوض از نمین رفع است. این نون عوض از این رفع به مثل اینها، چطور که عوض از همین بود، این نون هم به مثل همین عوض از همون است. عوض از در تنصرو که است همین است. خب تا در تنصرونه علامت خطاب است و حرف استقبال. تایی که در تنصرونه میبینید علامت خطاب و حرف مضارعت است و واو رو بیان میکند. اکنون میگه که و واو ضمیر جمع مذکر است، این واو ضمیر است و فاعل تنصرو است. این نون چی است؟ نون عوض عن رفع عن الضمه فی المفرد. ببین نون عوض از چی است؟ عوض از رفع است که در واحد بود و این ضمه که هست برای مناسبت واو است. ضمه که در ر میبینیم در اینجا برای مناسبت چی است؟ واو است. چطوری که در اینجا گفتیم و مثل همین برای مناسبت واو است، برای موافقت آسان خوان شدن حرف واو.
چنانکه گفته شد یعنی که در این بالا بیان کرده بودیم، همون را گفته است که چنانکه گفته شد. در ینصرونه میگه همین گپ ما بیان کرده بودیم. و تا در تنصرو، و تایی که میگه در تنصرو، و تایی که در تنصرینه، این تایی که در تنصرینه میگه هست، این برای چی است؟ علامت خطاب است. تا به علامت خطاب است. و یا ضمیر واحد مخاطبه مؤنث و فاعل فعل است. و یا که میبینیم این نامش یا مخاطبه مؤنث و فاعل فعل است. چطوره که در اینجا الف، این واو، ببین این الف، این نون، این واو، این الف، این یا فاعل هستند. اینا چی هستند؟ فاعل هستند. از این حساب دقت بدید. و یا ضمیر واحد مخاطبه مؤنث و فاعل فعل است. و نون عوض رفع است که در واحد مذکر بوده است. و نونی که در اینجا هست میبینید این نون عوض رفعی که در مفرد مذکر ده هست. این مفرد مذکر ضمه دارد، این نون جاینشین همین است. دقت دادید؟ جاینشین از همون است. و تای در تنصرانی، تایی که در اولش میبینیم همون حرفی خطاب است. تا در تنصرانی مخاطب علامت خطاب و حرف استقبال است. و الف علامت تثنیه مؤنث، دکس بدن زنانه، و ضمیر فاعل است. با ضمیر است، هم برای دکس دلالت میکنه، هم فاعل هستند. و نون عوض رفع است. این را بارها گفتیم، نون در عوض رفعی که میبینید، نون عوض از همون است که در واحد مذکر بوده است. در واحد مذکر چطوری که دیدیم انا همون است. و تا در تنصرنه، و تایی که در تنصرنه میبینیم این ت چی است؟ ت مخاطب علامت خطاب، تنصرنه مخاطب علامت خطاب و حرف استقبال، علامت خطاب است و حرف استقبال است. و نون ضمیر جمع مؤنث و فاعل فعل است. این نون عوض رفع نیست. این نون به مثل این نون چی است؟ ضمیر هستند. اینها هر دو نون ها ضمیر هستند. ضمیر جمع مؤنث مخاطب. خب و فاعل فعل است. فاعل هاشون است. چطور گفتیم؟ تنصرو، فاعلش تنصر، فاعلش چیه؟ انا همین نون، فاعلش همین نون است. و همزه در انصرو، در اینجا گذشت حمزه که در اینجا میبینیم میگه انصرو. این حمزه چی است؟ میگه که حمزه در انصرو علامت نفس متکلم است، برای خودی گپ زننده است، برای خودی گپ زننده است. و انا در وی مستتیر است. در اینجا انصرو که فعل است، فاعلش کجا است؟ در پشتش پنهان است. در تگ همین یک کلمه انا گفتنی پنهان است که یعنی من کمک میکنم، من در تحت همین چی است؟ میگه پنهان است، مستتیر است. دائما، چطور گفتیم؟ دائما یعنی واجبا باید پنهان باشد، آشکار نمیشه بگی انصرو انا. انصرو انا این معنا دیگر هست یا که به دیگر مقصد است، اما انصرو را فاعلش باید در تحتش چی باشد؟ پنهان باشد. واجب است پنهان کردن، چطور که در تنصرو بیان کردیم که فاعل فعل است. همون انایی که در تحت این بجا می شود همون فاعل انصرو است. و نون در ننصرو، اکنون آخرش نون در اینجا هست. این نون برای چی است؟ و میگه نون در ننصرو علامت متکلم مع الغیر، علامت متکلم گپ زننده با دیگر کس، یعنی دو کس زیاده از دو کس، خواه مذکر خواه مؤنث، مردم باشد ننصرو بسیاری باشد ننصرو میگن، زنم باشن بسیاری باشن ننصرو میگن، خواه تثنیه خواه جمع، دو کس هم باشن ننصرو میگن، ای دو کس زیاد هم باشن ننصرو میگن. دقت دادید؟ این نونه استفاده میبرند. و نحنو در وی مستتیر است. در تحت این اکنون در یک تا نحنو پنهان است، در تحت ننصرو. فاعلی انا همین ننصرو، انا همون نحنوی که پنهان است، انا همون نحنو می باشد. دائما واجب است. ببینید اکنون در اینجا یعنی تنصرو در مخاطب مذکر مفرد، انصروی متکلم، ننصروی متکلم، اینها در متکلم مع الغیر، در اینها ضمیر مستتیر است، واجباً باید پنهان کرده شود، آشکار کردنش جایز و درست نمی باشد. اما فاعل ینصرو اکنون دو طرح فاعلش بیان نکردیم، این را بیان کردیم و اینها را فاعلش بیان کردیم، اما این دو تا ینصرو و تنصرو، مفردی مذکر و مفردی مؤنث غائب را بیان نکردیم. همون را بیان میکند که میگه که ینصرو در تنصرو، ینصرو و تنصرو شاید که ظاهر باشد. در اینجا به مثل اینجا گفتیم که ظاهر میشود
و پنهان میشد به مثل همون است. ینصرو هو یا ینصرو زیدون فاعلش میشود که آشکار شود. شاید که میگه چی باشد؟ ظاهر باشد. مانندی ینصرو زیدون یعنی نصرت میتید زید یا کمک میکند زید. و تنصرو هندون کمک میکند هند. ببین ینصرو برای مذکر است زیدون میگوییم پس زیدون فاعلش است. تنصرو زن که هست چی میگیم؟ هندون یعنی نام زن هند که است تنصرو میگیم. اکنون در آشکار بودن در اینجا نام میمونیم. اکنون مستتر چی طور است؟ میگد که و شاید که مستتر باشد و شاید که همین فاعل ینصرو و تنصرو هم مستتر باشد پنهان باشد. مانند چی؟ مانند زیدون ینصرو. زیدون چی؟ ینصرو. دقت بتید مثلا زیدون ینصرو یا که هندون تنصرو. اکنون زیدون ینصرو زیدون در اینجا گفتیم فاعل ینصرو نیست. برای چی؟ برای پیش از فعل آمدگی است. این فعل است پیش از فعل. در اینجا ینصرو را فاعلش ضمیر مستتر است یعنی که چی؟ هو. در اینجا هندون تنصرو هندون فاعل تنصرو نیست. چرا؟ زیرا که پیش از فعل آمدگی است. فاعل باید بعد فعل بیاد. پس در اینجا تنصرو را فاعلش ضمیر مستتر است یعنی هی. دقت داده؟ یعنی هی. به مثلی که در نصر بیان کردیم به مثل همون است. صاحب کتاب گفت که زیدون ینصرو ای هو هندون تنصرو ای هی یعنی که هی در تحتش پنهان است یا که هو در تحتش پنهان است. اکنون با همین ترکیب و تجزیه فعل مضارع هم با آخر رسید. ترکیب و تجزیه فعل مضارع هم با آخر رسید. دیگه بابا را شما خودتون دیگه به مثل همین میتونید که ترکیب و تجزیه بکنید. یعنی تجزیه قسم جدا کرده یک تا چیکار کنید؟ بیانش کنید. این فصل هم به آخر رسید و یک فصل دیگر هم بعد از این میگیریم. با این درس امروزه رو به پایان میرسانم. درس کم طولانی تر شد معذرت میخوام اما باید این فصل هم بگیریم که مربوط به همین مسئله فعل مضارع است. ببینید چی میگه؟ میگه که فصلون. اکنون در اینجا رسیدیم فصل نو. در فصل نو میگه که بدون که چون در فعل مستقبل یا مستقبل حروف ناصبه یعنی ان و لن و اذن و کی در آیت منصوب گردد. میگه در اول این همین فعل‌های مضارعی که هست ما اگر 4 حرف هست اگر اون 4 حرف بیاریم اون فعل مضارع چی میشود؟ اون فعل مضارع منصوب میشود. دقت بتید. یکمش چیه؟ ان، دویمش لن، سیمش اذن، چهارمش کی. دقت دادید؟ کی. ان همین 4 تا کلمه است. 1 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا. و غیر از این هم بعضی حالتهای دیگه است که او را در نحو میخونیم اما اینجا فقط همین قدر بفهمید. ان لن اذن کی در اول همین هدا که مونده منصوب میشود. منصوب یعنی چی؟ یعنی این همین ضمه فتحه میشود. دقت بتید. مثلا اگر که من بگویم که ان در اینجا موندم ینصرو بود نه اول پیش از ان که موندم اینجا چی میشود؟ ینصره. دقت داده؟ ان ینصره این صاحب کتاب همین گپا گفته است. اول بار بیان میکنم پس کتاب میخونم. ببینید ان ینصره در اینجا آخرش تغییر داد و این ان ینصره در اینجا بونیم چیکار میکند؟ این نون گفتیم ایواد از رفع از کو ایواد از ضمه اینجا بود کو. وقتی که ان در اینجا آوردیم ان همین نون از بین میبرد. نون دیگه پاک نابود میشود. پس میشود چی؟ ان ینصره آخرش الف. ان ینصرا. در اینجا چی؟ در اینجا همچنین نون از بین میره. برای نون گفتیم ایواد از رفع. اینجا در رفع فتحه کی شد؟ نون از بین رفت. ان ینصرو بعد الف میمونیم. این الف نامش چیه؟ الفی فارقه. الف میاریم که میمونیم. بعدی که این نون از بین بردیم الف برای ما در کار است. و الف میاریم الف نامش چیه؟ الفی فارقه. اینجا هم همین کارا میکنیم. ان تنصره ان تنصران نون از بین میبریم. اکنون در اینجا تغییر نمییابد. در علم نحو ما گفتیم که کلمه معرب میشود مبنی. این مبنی است تغییر نمییابد. هر چیزی که در اولش بدوزیم این تغییر نمییابد. از این حساب این به تغییر است. ان ینصر نه همین طور میایستد زیرا که این مبنی است. اینها معرب که هستن تغییر مییابند. این مبنی است. خب در اینجا که مودم ان تنصر
نون از بین بردیم. ان تنصرو، ان تنصرو، این نون هم چیکار میکنیم؟ از بین میبریم. در جاش چی میمونیم؟ یک الف فارقه. الف فارقه در این هر دو الف فارقه است. ان تنصرین، این نون گفتیم علامت از چی است؟ الدمه که در اینجا بود علامت است. اگه دمه فتحه شد این را چیکار میکنیم؟ نون از بین میبریم. نونش از بین میبریم. ان تنصری میشود. ان تنصرا، این نون هم از بین میرود. ان تنصرنا، این هر دو تغییر نمییابد، این هر دوش مبنی است، این به تغییر میماند. ان انصرا دمه را میگیم در جاش چی میمونیم؟ فتحه. ان ننصرو بود، انا در اولش ماندیم میشود چی؟ ننصره. دقت داده تغییرات رو. اگه لن بمونه به مثل همین لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصرو، لن تنصرا، لن تنصرا، لن ینصرنا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصرو، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرنا، لن انصرا، لن ننصره. دقت دادید؟ با ایذن بمونید همین طور، کی هم بمونید همین طور، آخرشون چی میشود؟ منصوب میشود، فتحه میشود. دقت دادید؟ اکنون صاحب کتاب میخونیم میبینیم چی میگه. میگه که فصلون بدون که چون در فعل مستقبل حروف ناصبه، در فعل‌های مضارع میگه حرفای ناصبه اگر بدروید، یعنی ان و لن و ایذن و کی درآید، منصوب گردد. منصوب گفتیم در مفرد. اکنون دقت بدید، در 4 جا 5 جا حرکت تغییر مییابد. در 5 جا حرکت تغییر یافت. 1 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. اینا در یادتون بگه که در علم نحو بسیار فایده دارد. در 5 جا حرکت تغییر میتیم. در 7 جا نون حذف میکنیم. نون از بین میبریم. 1 جا نون از بین بردیم، 2 جا، 3 جا، 4 جا، 5 جا، 6 جا، 7 جا نون از بین میبریم. 5 قطعه 7 چند میشود؟ 12 تا. 2 تا دیگهش منظر 14 تا. 2 تا دیگهش چیکار میکنیم؟ یگان کارش نمیکنیم. ینصرنا، تنصرنا به حال خودش میایستد. خب چنانچه ان اطلوبه، اطلوبه این صاحب کتاب خودش آورده. ان اطلوبه انصره، مثال ما صاحب کتاب اطلوبه میگه. ولن اطلوبه یا که لن انصره، و اذن اطلوبه اذن انصره، و کی اطلوبه و کی انصره. چی طور گفتیم که کدام میشه که من آخرش چی میشه؟ فتحه میشه و مثالش با مثال ما فرق میکند. خلاص. اما مقصد یک چیز است. و نونهایی که عوض رفع ساقط شوند به نسبی. چی طور گفتیم که در 7 جا نونها حذف میشوند، ساقط شوند یعنی که حذف شوند، او دلیل شوند، از بین بروند. به نسبی یعنی که به خاطر این دمه بود، نونها بود، نسب که شد، فتحه که شد، نونها از بین رفتن. نونها از بین رفتن. چون لن یطلبا ینصرا گفتیم نون از بین بردیم، اصلش یطلبانی بود، لن درآورد یطلبا شد. لن یطلبو اصلش یطلبو نبود، ما ینصرو نه. لن که درآوردیم لن ینصرو نون از بین بردیم. لن تطلبا اصلش تطلبانی بود، لن که درآمد نون از بین رفت. لن تطلبو تطلبانی، ببینید تطلبانی تطلبانی، این سه تا یا تا حساب کرده میشه. برام خاطر گفتیم امثله خمسش میگویند. ولن تطلبو لن تطلبی، ببین بعد این یا یک تا چی بود؟ یا نون بود، نون از بین رفت. به خاطر چی؟ به خاطر نسبی، به خاطر علامت نسب. و نون در یطلبنا اکن دو طرح بیان میکند. و نون در یطلبنا نما گفتم ینصرنا و تطلبنا یعنی تنصرنا به حال خود، بر حال خود باشد که تغییر نمی‌یابد. نامش چیه؟ مبنی، یعنی شخص شده است، تغییر نمی‌یابد. در اولش هر چیزی را که بیاید تغییر نمی‌یابد. اما اینها در اولش حرفای ناصبه بیاد فتحه می‌شود، جازمه بیاید باز تغییر می‌یابد که صاحب کتاب خودش میگوید که ضمیر فاعل است، بر حال خود باشد که ضمیر فاعل است. و اگر حروف ببینید این نونها تغییر نمی‌یابند. برای چی؟ برای این نونها فاعل هستند گفتیم. اما این نونها از بین میروند. برای چی؟ برای اینها عوض از رفع بود. در اینجا که اول رفع که بود، اینها عوض از رفع هستند. برای خاطر از بین میروند. رفع منصوب شد، اینها از بین رفتند. اما اینها تغییر که نیافتند و ضمیر فاعل که هستند در جای خودشون میمونند. و اگر حروف جازمه در فعل مستقبل درآیند، حرکت آخرش
ببین اگر حرفای جازمه را که بیاریم، حرفای جازمه چی هستند؟ دقت بدید. حرفای ناصبه خلاص شد، آخرش نصب کردیم. اکنون حرفای جازمه چیکار میکند؟ دقت بدید. حرفای جازمه چی است؟ حرفای جازمه مثلا مانند چی؟ لم، مانندی لم. ببینید مثلا لم در اول همین اگر بدروید چیکار میکند؟ لم که در آمد این را میگیریم، انا میگیریم، در جاش چی را میمونیم؟ لم میمونیم. لم که موندیم میشود لم ینصر. این را ما شما از کتاب بدون میدونیم. فعل چی؟ فعل جهد آخرش چی میشد؟ لم ینصر، لم یضرب میگفتیم که آخرش ساکن میکیم. انا همون چیز است. لم ینصر آخرش چی شد؟ ساکن شد. لم ینصرا نون حذف شد، نون حذف میکنیم. این ساکن کی شد؟ نون از بین رفت. این نون ما گرفتگی که بدیم برای همین خاطر اینجا علامت گذاری کردیم که نون از بین میگیریم. اکنون میشود چی؟ لم ینصرا. لم ینصرو اینجا دم نون از بین رفت، نون ما پیشکی گرفته بودیم. لم تنصر، ببین اینجا هم چی میشود؟ ساکن میشود. برام صاحب کتاب میگه که در 5 ساکن میشود. برام خاطر میگه که حرکت آخر در 5 لفظ بیافتد. یک تلفظ غلطی، دو تلفظ، این سیمش، این چهارمش، این پنجمش. حرکت ها رفتن جوش چی اومد؟ ساکن آمد. دیدید 50 حرکت از بین می رود. در یطلبو واحد مذکر غایب و تطلبو واحد مذکر مخاطب. یطلبو مثال ما ینصرو واحد غایب مذکر و این تطلبو میگه در مثال ما تنصرو واحد مخاطب غایبه مؤنث. خب و تطلبو واحد مذکر مخاطب و مؤنث و مؤنث غایب، یعنی دو تا تنصرو داریم ما. تنصرو دو تا داریم. دیدید از این حساب یک طرف ذکر کرد که واحد مذکر مخاطب یا که مؤنث غایب، یعنی دو چیز. اطلبو و نطلبو، انصرو و ننصرو. در این 5 گفتیم حرکت های آخر چی شدن؟ ساکن شدن. حرکت های آخر ساکن شدن. خب حکایت نفس متکلم و نون هایی که این دو تا که حکایت نفس چه متکلم مع الغیر است، همین ها را بیان کرده است. اکنون میگوید که اکنون بیان میکند که نون هایی که عوض رفع بودند 7 جا گفتیم نون عوض رفع است. 1 جا، 2 جا، 3 جا، 4 جا، 5 جا، 6 جا، 7 جا. اگه این 7 جا میگه لم که در آمد یا حرفای جازمه کدامش که بدرایند این نون ها از بین میرود. چطوره که در ناصبه از بین بردیمش. از بین میروند میگد ساقط شوند با جزمی، یعنی ساقط میشود نشانه برای جزم بدن، ساکن بدن، مجزوم بدن فعل. چنان که لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو الی آخر. مانندی چی میگیم؟ مثلا لم میمونیم. لم مثلا در ما صاحب کتاب یضربو را میاره، ما ینصر را مثال میاره. مثلا لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر. لم آوردیم. اکنون این یک تشید. دوم مثالی که میاره صاحب کتاب حرف جازمه چی است؟ لما است. دویمش لما است. لما ببینید لما ینصر آخرش ساکن میکنه. لما ینصر، لما ینصرا، لما ینصرو، لما تنصر، لما تنصرا، لما ینصر نه، لما تنصر، لما تنصرا، لما تنصرو، لما تنصری، لما تنصرا، لما تنصر نه، لما انصر، لما ننصر. به مثل همین در اولش فقط لما آوردیم، حرکت آخرش تغییر کرد. و بعد از این لیضرب، لیضرب، لیضربا، لیضربو لامی امر میارد. ما شما در بدون خونده بودیم لامی امری با لام، در اولش لام می آوردیم. لی لامش چی بود؟ لامش کسره داشته. لی لیضرب، لیضرب اصلا باید چی شود؟ برای مخاطب است، لیکن در اینجا آورده استش لیضرب. لیضرب بله، لیضرب برای غایب است. لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربو، لیضربنا، لیضرب، لنضرب. در بدون میخوندیم 8 بینای امری بالام. همون این لام در همون میدروید. پس در 8 تا بیناش میدروید. 4 تا بالا و 2 تا پایان. در 8 بینا میدروید و در این 2 تا نمیدروید. خب
تا آخرش میگه بگو، بعدش میگه لا یضرب. اکنون با یک جازمه دیگر داریم، لا ناهیه است. در فعل جهد ما را میخوندیم، نه در فعل نفی، در فعل نهی، در فعل نهی میگفتیم لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو بود کو لا تضرب، نزن تو، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو بود کو نزن، نهی. انا همین لا است، این لا ناهیه است. در اولش میگه بمون لا ینصر، لا ینصر، لا ینصر، لا تنصر، لا تنصر. در به مثل همین میشه. در 5 جا حرکت چه میافتوند، در 7 جا نون ها را میافتوند، در این دو تا یگان تغییرات وارد نمیکند. خب بعد آخرین چیزی که میآورد این شرطیه میگن، اینا در علم نحو میخونیم چه این شرطیه. این را هم در اولش بونیم به همین همین میشود. این ینصر، این ینصرا، این ینصرو، این تنصر، این تنصرا، این ینصر نه، این تنصر، این تنصرا، این تنصرو، این تنصری، این تنصرا، این تنصر نه، این انصر، این ننصر. و مثل همین گفته میشود. یعنی این را نامش اینی شرطیه هست. و لام امر میگه، اگه تا آخرش بیان که کردیم این یضربا، این یضربو، این تا آخرش میگه بگو. بعدش میگه که و لام امر در 6 صیغه غایب داخل شود. لام امر در 6 صیغه، لامی که این لام امر گفتیم کو، این لام در 6 صیغه غایب داخل می شود. دیدید در 6 صیغه غایب، در بدون گفتیم در 8 جا داخل می شود. میگه در 6 صیغه غایب داخل شود، چنانکه گذشت، چنانکه بیانش کردیم. اما در اینجا صاحب کتاب فقط 6 تا آورد خلاص. لیکن ما در چی خوانده بودیم؟ در بدون خوانده بودیم که در 8 جا میآید. اکنون ببینیم صاحب کتاب چی میگه. چنانکه گذشت در 2 صیغه متکلم نیز داخل شود. انا اکنون با مثل گپ بدون شد. 6 تا غایب و 2 متکلم همگی میشه چند تا؟ 8 تا. در 8 جا امر لام امر داخل میشه. این لام نامش لام امر است. لام امر آخرش اولش چی داره؟ کسره دارد. یا لامی که پیشتر خوندیم در اول فعل مضارع می شود، اون لام فتحه دار بود. اون لامش لام ابتدا است. لام ابتدا، این لام فتحه دار بود. این لام چیه؟ کسره دار است. این لام امر است. این لامی که در اول فعل مضارع می دارد آخرش تغییر نداد، لا ینصرو می گفتیم، اون لام چی بود؟ لام ابتدا نام دارد. خب نیز داخل شود، چنانکه لاضرب لنضرب، لاضرب لنضرب با لام امر خطی گفته میشه. پس میشه همگی چند تا؟ 8 تا. و در 6 صیغه امر مخاطب مجهول نیز داخل شود، چنانکه گویی لتضرب. اکنون این لام اگر که ما در بدون هم خوانده بودیم که وقتی که امر بالا ما مجهول میکنیم در 14 صیغه داخل میشود، اما در معلوم فقط در 8 صیغه داخل می شود. 6 تا غایب و 2 تا چی؟ متکلم. اما در مجهول همه 8 چیکار میکند؟ داخل می شود. همون گپای بدون است. برای میخواهید را با تفصیل تر بدونید، پس برگردید باز به بدون که با ترجمه اش در بدون با تفصیل بیانش کردگی هستیم. چنانکه گویی لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضرب نه. اکنون 6 تا را بیان کرد مجهولش را. باز میشه شما خودتون را بگید لیضرب، لیونصر، لیونصرا، لیونصرو، لتونصر، لتونصرا، لیونصر نه، لئونصر، لنونصر. میشود چی؟ مجهولی 14 صیغه مجهولی امری بالام، یا میگفتیم امری غایب. امری غایب، امری بالام، هر دوش در بدون گفته بودیم که یک چیز است. پس این هست درس امروزه ما و شما. و اکنون فصل نو سر می شود. این فصل نو به درس آینده میمانیم. پس ببینید برادران، این درسی که حالا ما گرفتیم غالب گپایی که اینجا گفتیم در بدون خواندگی بودیم، اما این گپا را میخواهید تفصیل‌تر و زیادتر، یعنی معلومات زیادتر بگیرید، پس به بدون برگردید اگر که بدون فراموش کرده باشید. اما اگر که بدون در یادتان باشد، پس این گپا را دیگر با آسانی و با خوبی